با گذشت 3 روز از صدمه مرگبار در محله وطن‌اساسی شهر دوشنبه که باعث به هلاکت 2 نفر از جمله یک کارمند وزارت دفاع شد، مقامات نام راننده و جزئیات صدمه را آشکار نکردند. در این حادثه 2 نفر دیگر جراحت برداشته در قریه بالا بستری‌اند. فرزند من ساخت فرزند جوای بود. فرزند روداش برآمد. وقتی سرش برآمد. فرزند دفاع باندنم. کالی من گیر بگیرن. من آرد بکران. این نیست. حاجی نیاز جباروف ساکن دشت میرانی ناحیه ورزاب است که در این صدمه پسرش قربان علی جباروف را از دست داده است. او میگوید با وجود حضور ناظران را در محل حادثه و دوربین های شهر به خطر راننده را نیافتند یا اینکه پنهان می‌دارند. ارگان نبود همه جا که شوفر قپا نمره برای چی گرفت در اونجا ارگان بود ملیسا بود چون آمد پیشین آواری برای چی گرفت توای آمدن شوفر ماست بود شور بود نمره گرفت. قربان علی جباروف متخصص پیشبری وزارت دفاع بوده 35 سال داشت. او بعد از خود 4 فرزند نابالغ را گذاشت. شما نگاه کنید 4 فرزند در اینجا شده. اینجا نگاه کن. من اینو چیکار میکنم؟ او دیدی اینو دکلی بلای بعد میدو دکلی بلای. مقامات رسمی درباره این حادثه یک خبر کوتاه نشر کرده فقط گفته است صدمه روز 30 ایول رخ داده باعث به مرگ 2 پیاده گرد شد ولی از کسی نام گرفته نشده است. در جای حادثه هنوز آثار صدمه به نظر می رسد. برخی از شاهدان حادثه گفتند که راننده مرسدس بنز واقعاً با سرعت خیلی بالا آمده به چند نفر و یک ماشین اوپل برخورده است. محمد ناظم فروشنده نقطه غذای سری راهی در محله وطن‌اساسی پایتخت گفت در این حادثه همراه فیروز نام راننده ماشین اوپل شدیداً زخمی شد و حالا در بیمارستان قریه بالا طبابت می‌گیرد. تا این دم تلاش ما برای پیدا کردن معلومات بیشتر درباره عامل صدمه مرگبار در محله وطن‌اساسی شهر دوشنبه و صحبت با پیوندانش بی‌نتیجه بود. مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی جمهوری و مقامات امور داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت درباره این صدمه مرگبار تفصیلات بیشتر ندادند و از شرح این حادثه خودداری می‌کنند.